زمانش آغاز شد. رضا قیطاسی اومده که اینم 2 ثانیه هدر داد. جبران کنه. ببینیم چه میکنه و جایگاه خودش رو میتونه ارتقا بخشه. هم جایگاه خودش هم تو جدول میتونه خیلی بله همون جدوله. الان دیگه از این بعد جدوله بالا پایین میشه. با سرعت خوبی بدو میرم برد رفت سراغ برو استارت کن برو بجون زمان و سرعت عالی. آفرین بچه‌ها سرعت فوق‌العاده داره. خیلی عالیه رضا. آفرین میزنه یا رضا. عالی. من نظرم اینه که رکوردی رو بفرمایید. خب تبریک عرض میکنم به آقای قیطاسی. رکورد جابجا شد. 36 ثانیه و 63 صدم ثانیه.